درود به تمام هموطنهای عزیزی که تو این سانحه دلخراش قلبشون شکسته. این کلیپ تقدیم به تمام دلای شکستتون. خدا داری میبینی زمینت لرزیدش، بچه شیرخواره تو گهوارش ترسیدش، همه چی اصلا پاشیده، اون بچه زیر آواره، بذارید بمیره، بی پدر مادر میشه آواره. پدری که جنازه ی پسرش دوششه، وای هنوز صدای خنده هاش تو گوششه. خدا دیدی چطوری گربمون ناقص شد، تو هم گناه کردی روزت باطل شد. خیلی ها تشنه مردن، خیلی ها بیگناه بودن، دارن دق میکنن اونا که توی راه بودن، چون وقتی رسیدن عزیزشون نبود. خدا با یه زمین لرزه زندگیشو رو بود. خدا دیدی چطوری ایرانم سیاه شدش، بی خیال بزن اخبار ببین سوریه چی شدش. ما خبر دروغ نخوان باید کیو ببینیم؟ این اخبار یا داریم پینوکیو میبینیم؟ نکنه اون دختر که زیر آوار بی حجابه باید ارشاد بشه واسه همیشه بخوابه؟ ولش کن اصلا، گور بابای اخبار، من و تو که آدمیم، پاشو گوشی تو بردار، زنگ بزن 118 هلال احمر رو بخواب، واسه اهدای خون نیم ساعت رو روی تخت بخواب. گوش کن، هموطنا زیر آوار منتظرن، با صدای خسته دارن هداد میزنن، کمک مالیات و غذا یا هر چیز دیگه، شعار دادن و بی خیال، هر کی خب یه چیزی میگه. نگو دیره، پاشو خیلی راه دیگه باز هست، ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است.